ای بندگان الله و درک بکنیم که رمضان به ما چی درس داد، ما از رمضان چی استفاده کردیم. امیالی هم وقت است باقی مونده شبهای باقی مونده که ما به الله خدا عاجزی کنیم، گریان کنیم، نعمتهای الله را در پیش رو بگذاریم، گناههای خدا در پیش رو بگذاریم، گناهایی که به کوه رسیده. فقط و فقط بگو که الله از رحمتت محروم نیستم، از رحمتت مایوس نیستم، تو بخشنده هستی، مرا بخشش کن، من گناهگار هستم، الله آینده مرا اصلاح بکن. الله خواسته که بنده های خدا به اشکال متنوع گناهش معاف بکنه و یارا مستحق جنت بگردانه، ولی تو بنده هستی که غافل هستی، تو بندستی که از اعلامی که الله میکنه خبر نداری. آیت برات خواندم، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا عبادی الذین، ای بندگانی